الهی به داد برادران ما در تاجیکستان برس، در روسیه برس. الهی پروردگارا اونها را از زیر ظلم ظالمان نجات بده. زنان هستن تماس میگیرن که ما قرآن دوست داریم، جایی نیست که یاد بگیریم. یا الله چی حال است، چی حال است به سر امت محمد صلی الله علیه و سلم. در برکت این ماه پروردگار ظالمان را نیست نابود بگردان. الهی پروردگار ظالمان را نیست نابود بگردان. در حق مردم تاجیکستان دعا بکنین. عزیزای اون مردم خیلی حق دارن به سر ما شما. بسیار به یک حالت بد گرفتار هستند. باور بکنین اگر شما حالت مردم تاجیکستان را بدانین که اونا به چی تکلیف طاعت و بندگی خود را انجام میتن، به بچه‌ای که تا به 18 سال نرسیده اجازه داخل شدن به خانه الله نیست. به خانه الله، خانه معبودشان، برایشان اجازه نمیدهند که برن اونجا طاعت و بندگی بکنن. به هیچ کس اجازه نیست که در اونجا تعلیم قرآن بکند. به هیچ کس اجازه نیست حتی در جای چند تا مادری که پت و پنهان میرفتن قرآن یاد میگرفتن، همه را بردن پشت میله های زندان. اگر کسی در اونجا صحبت یک عالم را پخش بکند، کسی از دوستایی که صحبت مرا در تاجیکستان در دوشنبه پخش میکرد و نشر میکرد، به 6 سال زندان محکوم شده و داخل زندان است. داخل زندان است که تقریبا 1 سال طولانی و درازی کار را میکرد که صحبت‌های مرا پخش میکرد. الان داخل زندان است. و در این اواخری که شما خبر هستین در روسیه اتفاق افتاد، 4 دانه از برادران تاجیک کدام جایی داخل شدن، چند تا از روسی ها را اوجا به قتل رساندن. حالا خب بسیار حالت مسلمان ها در تاجیکستان هم خراب شده و در روسیه هم خراب شده. در حق برادران و خواهرانتان که بار شاید ما هفته بالاتر از 500 تا تماس از مردم تاجیکستان و از تاجیکستانی که برادرایی که در روسیه اوجا کار میکنن داشته باشیم، اونا دعا طلب میکنن و بار گفتن جماعی که شما دارین جماعی خیلی بزرگ است، اوجا بندهای نیک خدا، اولیای خدا در اون مجلس شما در حق ما دعا بکنن. ان شاء الله در حق برادرای ما دعا بکنین که الله این ظلمی که بر سرشان است پروردگار چراغ ظلم رو خاموش بگردانه. و ما اینجا برشان میگم که نگران نباشین، چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد. اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمی سوزد. روز خواهد آمد که به فضای باز الله را بتوانیم عبادت بکنیم. روز فرا خواهد رسید که بتواند علمای شما مثل علمای افغانستان سر منبر حق را بیان بکنند. ان شاء الله او روز خواهد آمد. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تقتل بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. عزیزای من در حق ما زیاد دعا بکنیم که الله مرا هدایت نصیب بگرداند. الهی پروردگار، ای کریم، ای رحمان الرحیم، بندگانت دست پر از گناه به درگاه تو بلند کردند. الهی از نیکویی بخشش و پرده پوششت ما را محروم مگردان. الهی باران رحمتت را بر سر گناهان من بینداز. الهی ابر رحمتت را بر سر گناهان ما بکش. الهی ما به خانه تو پناه آوردیم. الهی به خانه تو پناه آوردیم. الهی پیر و جوان، خرد و کلان،
گناهگار پاک، روسیا و روسفید. پروردگارا کسی که روزهش را قبول کردی، کسی که روزهش را قبول نکردی، کسی که روزه با معنا گرفت، کسی که روزه بی معنا گرفت، کسی که طاعت و بندگی تو را در این 20 روز و 19 روز کرده پروردگارا، و کسی که نکرده در خانه تو جمع شدی. یا الله تو ذات بسیار مهربان هستی، ذات بسیار کریم هستی، تو خود عذر خیلی میپسندی. پروردگارا لعنین المذنبین احب الی الله، گریه گناهگاران، زجه گناهگاران، نالش و نیایش گناهگاران و پیشگاه تو از تسبیح فرشتگان بهتر است. یا الله بندگانت گریه میکنند. یا الله ما به امید آمدیم، به امید آمدیم، ناامید نیستیم. یا الله جز کفار چه کسی از رحمت تو ناامید است؟ الهی پروردگار ما به رحمت تو امید داریم، با قلب مملو از امید به رحمتت به خانه تو آمدیم. خدایا تو ذات هستی که نمی سزد به تو که دست رد به سینه ما بذاری. الهی پروردگار نمی سزد به ذات تو که ما را ناامید از خانه خود بیرون بکنی. هوا سرد است، بندگان در بیرون به هوای سرد نشستند. الهی پروردگارم، الهی پروردگارم تو کریم هستی، روزه های ما را قبول بگردان. الهی پروردگار روزه های ناقص ما را قبول بگردان، از پدران ما قبول بگردان، از مادران ما قبول بگردان، از برادران ما قبول بگردان، از خواهران ما قبول بگردان، از خویشان اقربان ما قبول بگردان، از زنان ما قبول بگردان. یا الله به خانه تو آمدیم. الهی عبدك العاصی عتاک مقرا بالذنوب قد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك وإن تطرد فمن يرحم سواك. یا الله ما را ناامید از خانه بیرون نکن. الهی پروردگار ناامید از خانه بیرون نکن. الهی به داد برادران ما در فلسطین و غزه برس. الهی پروردگارا به داد مظلومین برس. الهی به داد برادران ما در تاجیکستان برس، در روسیه برس. الهی پروردگارا اونها را از زیر ظلم ظالمان نجات بده. الهی پروردگارا عزت برایشان نصیب بگردان. الهی پوت و پنهان تو را پرستش میکنن. چه بنده های نیکی هستند، چه قدر تو را دوست دارند، تماس میکشند که ما دوست داریم ریش بگذاریم اما ما را نمیگذارند. الهی پروردگارا برشان توفیق بیشتر بده، محبت بیشتر برشان عطا کن. زنان هستند تماس میکشند که ما قرآن دوست داریم، جایی نیست که یاد بگیریم. یا الله چی حال است، چی حال است مثل امت محمد صلی الله علیه و سلم. الهی پروردگار تو کریم هستی، این امت را از این بدبختی ها نجات بده. یا الله چی حال است مثل امت رسول الله. به طفلکان در غزه میبینیم، به یتیمان و بی‌بزرگان در غزه میبینیم. یا الله به برکت این ما پروردگار ظالمان را نیست و نابود بگردان. الهی پروردگار ظالمان را نیست و نابود بگردان. الهی پروردگار مظلومان عالم را خودت کمک بکنی. الهی پروردگار مردم غزه و فلسطین هیچ کسی جزو ندارند. پروردگار سران حکومت های اسلامی مردن، همهشون مرده هستند، همهشون تماشا میکنند، همهشون کار شدن، همهشون کار شدن. یا الله بی‌ترسان بزدل شدن. دنیا پروردگار اونها را گرفته است، غرق دنیا شدن. یا الله طفلکان صدا میزنن که نه از عرب امید داریم نه از عجم، فقط امید ما الله است. الهی تو شنوا هستی، تو شنوا هستی، تو بینا هستی، تو میبینی و میشنوی. برس الهی پروردگارا فرشتگان که در بدر آمدن بفرست یا الله، فرشتگانی که در احد آمدن بفرست یا الله، فرشتگانی که در حنین
تو ما رو امتحان میکنی، تو ما رو امتحان میکنی، به ما مزه نمانده یا الله. نه تراویح درسته داریم، نه ختم درسته داریم، نه سجده درسته داریم، نه روزه درسته داریم. یا الله تنبلیم، بیکاره شدیم، طاعت و بندگی درست نمیکنیم یا الله. نه زنان ما طاعت درست میکنن، نه شوهران طاعت درست میکنن، نه پدران. الهی رحم بکن، الهی پروردگار به حال امت اسلامی رحم بکن. فقیرا از خزانه های غیب خود اونها را بی‌نیاز بگردان. اونهایی که مریضن از شفاخانه خودش شفا نصیبشان بگردان. الهی پروردگار اونهایی که مسافرن صحیح و سالم به خانه برگردان. الهی پروردگار جوانانی که در مسافرت روزه میگیرن، جوانانی در ایران تماس میکشن که ما پت و پنهان از سرکاریگر خود روزه میگیریم، اگه بفهمه نمیمانه ما روزه بگیریم. سبحان الله. الهی پروردگار این جوانان رو بیشتر بگردان، الهی شوق اینها رو بیشتر بگردان، علاقه ایشان رو بیشتر بگردان، تقوایشان رو بیشتر بگردان، اجر بیشتر نصیبشان بگردان. الهی فرزندان صالح نصیب ما بگردان، الهی فرزند ما رو صالح بگردان، دختران ما را عفیفه و نجیبه و طاهره بگردان، دختران اهل مجلس ما را عفیفه و طاهره و نجیبه بگردان، دختران امت اسلامی را عفیفه و طاهره و نجیبه بگردان، فرزندان ما را صالح بگردان، حافظان با عمل، عالمان با عمل بگردان. الهی کینه و کدرت را از دلهای ما بیرون کن. در شب قدر کسایی که کینه دارن الهی اونها را نمیبخشی، قلبهای ما را پاک بگردان. الهی پروردگار قلبهای ما را پاک بگردان، حسادت ها را از میان ما بردار، علمای امت اسلامی را توفیق بیشتر عطا بکن. الهی پروردگار محبت و مودت در بین علما پروردگار نصیب بگردان، حافظان قرآن را پروردگار با عمل بگردان. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین. عزیزان تماس کشیدن پدرشان مشکل داره، شفای عاجل نصیب بگردان. الهی بعضی ها مریضی دارن خیلی خطرناک، ولی تو شفا دهنده است، شفای عاجل نصیب بگردان. مسئولین نظام عزیزان هستن در اینجا خدمت میکنن، در این مسجد ما میآیند به خاطر تلاشی و به خاطر خدمت. الهی به هر قدمشان اجر نصیبشان بگردان. الهی پروردگار اینها را بیشتر توفیق عطا بکن. الهی ما افتخار میکنیم به وجود اینهایی که میآیند به خانه تو و به خاطر نظم و نسق بندگان تو تلاش میکنن. الهی اجر نصیبشان بگردان. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلق سیدنا محمد.